سلام، من رهام، دندونپزشکم و توی این اپیزود میخوام درباره بایومیمتیک دنتیستری صحبت کنم. و این اپیزود بیشتر به درد بیمارا میخوره که اصلا با این کلمه آشنا بشن. احتمالاً اسم دندانپزشکی محافظه‌کارانه یا دندانپزشکی بایومیمتیک یا بایومیمتیک دنتیستری رو شنیده باشین. اما این یعنی چی؟ بذارین از اول شروع کنیم که اصلا قبلا از چه روش‌هایی استفاده می‌کردن. قبل از اینکه این بایومیمتیک دنتیستری یا روش‌های جدیدتر بیاد، ما با چشمامون و لمسمون پوسیدگی رو تشخیص میدادیم و با فرز برمی‌داشتیم. بعد از اینکه پوسیدگی برداشته شد، دندون با آمالگام یا کامپوزیت پر می‌شد. اما چه مشکلاتی ایجاد می‌شد؟ یکی از مشکلات استفاده از آمالگام ترک‌هایی بود که بعد از مدتی توی دندون‌ها دیده می‌شد. همینطور دندون‌هایی که عصب کشی یا اندو شده بودن و بعدش آمالگام می‌شدن خیلی بافتشون ضعیف شده بود و بعد از یه مدتی از وسط میشکست و حتی کشیدنی می‌شد. همینطور به طور کلی از نظر ظاهر هم بیمارا خیلی آمالگام و رنگ سیاهش رو دوست نداشتن. ماده بعدی کامپوزیت ها بودن که هنوز هم استفاده میشه، اما هم توی نحوه استفادهش هم خود مادهش یه سری تغییراتی ایجاد شده. به اون روش سنتی وقتی از کامپوزیت ها استفاده میشد، همون لحظه‌ای که ما کامپوزیت رو توی دهان میذاشتیم، هم بعد از اینکه بیمار میرفت خونه، این کامپوزیت یه تغییر سایزی میداد که اصطلاحاً بهش شرینکیج میگیم، که یعنی کوچیک‌تر میشد و این باعث میشد بین ماده کامپوزیت و بافت دندان یه فضایی ایجاد بشه، که این فضا خودش باعث میشد که پوسیدگی‌های ثانویه توی دندون ایجاد بشه. همینطور چون ایزولیشن اونقدر خوب نبود و با رول پنبه انجام میشد، بزاق و خون وارد محیط کار میشد و این باعث میشد که در نهایت ترمیم بیمار بعد از چند مدت بیفته یا اینکه باز هم پوسیدگی ثانویه ایجاد بشه، که برای رفع همین مشکلات بود که بایومیمتیک دنتیستری ایجاد شد. بایومیمتیک دنتیستری یا دندانپزشکی محافظه‌کارانه تلاش میکنه دندان شما رو همونطوری که در حالت سالم هست از نظر عملکرد، مقاومت و زیبایی بازسازی کنه. اما این کارو چطور انجام میده؟ در مرحله اول ما تلاش میکنیم که یک محیط کاملا تمیز ایجاد کنیم که خون و بزاق واردش نشه. برای این کار از رابردم استفاده میکنیم که به طور کامل دندان شما رو از محیط دهانتون جدا میکنه. در مرحله دوم میریم سراغ تشخیص پوسیدگی، که مثل قبل دیگه فقط به حس لامسه و مشاهده خودمون اعتماد نمی کنیم و از دای تشخیص پوسیدگی یا کریزیتکتورها استفاده می کنیم. به این صورت که این رنگ رو روی دندون شما قرار میدیم و این به ما نشون میده که دقیقاً کجای دندون پوسیده است و فقط اون پوسیدگی ها برداشته میشه و تا جای ممکن بافت سالم دندان شما بدون برداشت باقی میمونه، که این کمک میکنه برداشت پوسیدگی ما خیلی دقیق تر باشه و همینطور بافت سالم دندان شما آسیب نبینه. و در نهایت میرسیم به مرحله آخر که بازسازی دندان هستش و این مرحله ما تلاش میکنیم توش که تا جای ممکن بافت سالم دندان شما رو دوباره بازسازی کنیم و این به کمک مواد جدیدتری هست که وارد بازار شده، کامپوزیت های جدیدتر، باندهای جدیدتر و موادهای دیگه که حالا ممکنه یه مقدار هزینه بالاتری هم داشته باشه، اما بیشترین سازگاری رو با بافت دندان شما داره و میتونه فشار رو تا جای ممکن تحمل کنه مثل یک دندون سالم و دیگه ترکی توی دندون شما ایجاد نکنه. و این در نهایت باعث میشه که یک پرکردگی با طول عمر بیشتری داشته باشین، کمتر از بافت دندونتون برداشته بشه و در نهایت دندونی با شباهت بیشتری به دندون خودتون چه از نظر عملکرد چه از نظر زیبایی داشته باشین. حالا این میتونه به کمک کامپوزیت ها باشه، اونله یا اوورلی که یه حالتهای شبیه روکش هستن اما تراش کمتری روی دندونتون ایجاد میکنن. در نهایت استفاده از این روش دندانپزشکی به معنای غلط بودن روش‌های دیگه نیست و بهتر دندانپزشکتون با توجه به شرایط شما، توانایی‌ها و موادی که در دسترسش هست و همینطور توان مالی بیمار تصمیم بگیره که بهترین درمان برای بیمار چیه. حالا باز اگه سوالی داشتین خوشحال میشم توی کامنت ها ازم بپرسین و تا جایی که بتونم جواب میدم. ممنون.